خب شروع کنیم. بله. خب ادامه میتیم دیگه. بحث حسابداری یا اکاونتینگ را ما تمام کردیم که آخرین گزارش هم بیلانس شیت بود. خب حالا میریم درست. بحث بعضی از ستاپ هایی که در اول میشه اونا رو صحبت میکنیم. از قبیل مثلا من در اینونتوری که هست، اول باید ما چی داشته باشیم؟ واحدهای اندازه گیری را. واحدهای اندازه گیری، حالا فکر کنید شما روغن وارد میکنید، لیتر باشه. کار روغن اگه میکنیم به لیتر باشه، یا به دانه باشه، یا به هر چیزی که باشه، یا به کیلوگرم. اگه کار آرد روغن یا پاره میکنید باید اینجا کیجی تعریف کنید. حالا واحدهای اندازه‌گیری به خاطر کار اجناس ما که هست، اینا کلگیش باید اینجا تعریف شود. خب این فقط تعریف میشه. درست. خب بعد از این میریم اجناس خود تعریف میکنیم. اجناس ما چی چی هست؟ مثلا اینجا بعضی از اجناس را ما تعریف کردیم. حالا من میرم مثلا چی را تعریف میکنم؟ مثلا آرد روسی. آرد روسی ما میرم از روسیه از یک وندر وارد میکنم، داخل افغانستان میفروشم یا 50 کیلویی است. صحیح است. اما قسم پروداکت ها درست. تعریف میشم، میگم این استاکیبل است. ببینید اینجا دو گپ دیگه داریم در پروداکت. آیا سرویس است یا استاکیبل است؟ من میگم استاکیبل است. یعنی چی؟ جنس ما میگیرم در گودام خود میمانم، از گودام فروشاتش می انجام میتونم. همین که استاکیبل انتخاب کردم اینجا و من چی میگه؟ اول واحد اندازه گیریش انتخاب کن. من میگم این کیجی است، کیلوگرم است. هر بستهشان چند میآید؟ 50 کیلوگرم. صحیح است. این را من درست. یه که سابمیت کردم، میایم بعدش چی میکنم؟ میایم یک پروداکت دیگه جور میکنم. مثلا نامش هم میمانم، میره یک خدمات است، یک سرویس است. این جنس نه سرویس است، استاکیبل نیست. مثلا هزینه جابجایی. مثلا من میرم جنس میخرم، جنس که خریدم از یک شرکت روسی. این شرکت روسی به من میگه خب بر خودت تا 1,000 تا از این تو آرد رایی میکنم، و خودت باید $5,000 دیگه به من بده به خاطر که من جنس برترایی کنم. یعنی کرای کشتی یا درست. هر چیزی بود، او را هزینه جابجایی نامش هم میمونه. میرم میگم این چیز سرویس است. این سرویس شد. خب سلام. سابمیت میکنه، میرم ساختم. پروداکت های من قسم تعریف میشه. خب باز میتونم بعدا اینا رو ایدیت کنم، هر کار خاصی میتونم بکنم. صحیح است؟ و بعد از این چیز درست. میرم گودام های خود تعریف میکنم. صحیح است. من میرم گودام ها رو درست. به من میگه خب نام گودام تا بگو. من میگم گودام کابل. شارت نیم میگه کد برش بگو، KBL میمانم من شارت کدش. خب میگه گودام دارش. درست. من میگم احمدی گودامدار است. میگه شماره تلفن احمدی چیست؟ میگه مثبت 93 728 97 97 97 شماره تلفن احمد است. صحیح است. این را ما سابمیت میکنم. درست. گودام های ما قسم جور میشه. صحیح است. این گودام ها جور شد، درست. پروداکت های ما جور شد، واحد های اندازه گیری جور شد. صحیح است. حالا بعدش همین گودام بله. میتونیم راپور شه بگیریم، گزارش شه. مثلا کدام گودام؟ من میگم چی؟ گودام کابل ما ساختم نی. از گودام کابل درست. کدام جنس اجناس اینجا میارم؟ من مثلا چی را ساخته بودم؟ آرد 50 کیلو روسی را. دمی تاریخ ها میگه راپور شه بگیر. این را سبمیت میکنم، هیچ چیز وجود نداره. خود چون که فعلا نو اینا رو ما ساختیم، هیچی داخلش نیست. درست. و بعدش هم که از انونتری آورویو، یک دید خلاصه از گدامایت برات میده. خلاصه نه عمومی. مثلا میگه در گدام هرات از این جنس چند تا داری، در گدام مزار از این جنس چند تا داری، در گدام هرات از جنس دیگه چند تا داری. صحیح است. اینجا میگه گدام بله. کدام جنس است، تعدادش چقدر است، قیمت تمام شدش در می گودام چند است، چقدر جنس در راه هست که تانوز در گودام نرسیده، چقدر جنس انوایس ساختی فروش انجام دادی ولی تانوز تایید نشده. کل چی را اینجا باید گزارش میده. خب بعد درست. داریم ترانسفر که مثلا از یک گودام جنس میخوایم در یک گودام دیگه امرایی کنم. دیگهش دارم استاک ویستیج مثلا یک مقدار جنس خراب میشه از پیشم. خب اینا کلش اینجا. درست. مثلا من میرم به یک گودام دیگه هم که جور کنم. گپ ما برای پسان باز جور میشه. گودام کابل بود، مثلا گودام مندوی. در کابل من یک گودام دارم، یکی هم در مندوی هم یک گودام دارم. خب درست. نام شبیه من MND شارت کدشه.
هاوس کیپر از اینجا چی هست؟ من میگم جمشید، شخص به اسم جمشید است. شماره تلفن از این هست مثبت 93 728 97 97 98. یم شماره ازیست ای گودامم جور کردم. حالا ما پرودکت خود جور کردم، اجناس خود واحد های اندازه گیری خود جور کردیم، گودام های خود جور کردیم. خب حالا وقتش است که ما برو درست. فروشنده های خودم جور کنم. خب مثلا من میرم فروشنده را قسم تعریف میکنم. من رفتم یک شرکت در روسیه هست که امروز از او باز قرارداد میکنم و با ما جنس رایی میکنه. خب من دو تا فروشنده هم جور میکنم. یک میمونم نامش مثلا شرکت روسی آرت. صحیح است؟ ایمیل درست. ایمیلش هست یا شماره تلفن داره، کانتکت نمبر داره، کرنسی کار میکنه، برای ما دلار کار میکنه. چی هست این؟ فروشنده است. ونده. دو تا آپشن داریم ما، یا فروشنده یا شیپر. فروشنده کسایی است که به ما جنس مفروشه. خب شیپر ها کسایی درست. است که کار میکنه با ما، مثلا جنس های ما رو انتقال میده از یک جای به جای دیگه. صحیح است؟ این دو تا فرق داره. درست. مثلا من اینجا چی کردم؟ شرکت روسی آرد را ساخت، میره سابمیت میکنم. یک شرکت می سازم مثلا شرکت باربری احمد شاه بابا. این شرکت باربری هم از همراه ما کار میکنه. صحیح است؟ معلومات از این درست. ما اینجا کرنسی از این شیپر میگیرم، این به ما افغانی کار میکنه. صحیح است؟ این را مثلا درست. صحیح است؟ شیپر مم شد، وندر مم شد. صحیح است؟ حالا من بله. یک تا فروشنده داخلی هم جور میکنم. مثلا یک کمپانی است به اسم شرکت تولیدی شرکت تولیدی افغان. شرکت تولیدی افغان است. خب دی ایمیلش هست، دی شماره تلفنش هست، یا وندر است، یا شماره تلفنش هست، یا کرنسی از یا دلار است یا سابمیت. ببین من سه چیز اینجا جور کردم. یک شرکت روسی آرد است. خب این به من درست. از روسیه آرد روان میکند و من مفروش از روسیه آرد. خب یک شرکت باربری است که کارهای باربری من انجام میده. خب یکم شرکت تولیدی افغان است که داخل افغانستان است، شرکت همراه من کار میکنه. سه تا رو من ساختم. اولین کاری که میکنه میریم سر شرکت روسی. صحیح است؟ شرکت روسی درست. اول کلیک کنیم میره داخلش پروفایلش رو برات نشان میده، میگه نامش چیست، شماره تلفنش چی است، ایمیلش چی است، کدام مرز کار میکنه، چقدر پیسه پیش پرداخت ما پیش از این دارم، چقدر سرمایه داره. خودش اینجا میآید. همچنان از این بالا باز استیتمنت شما چک کردن میتونیم که سرچ کنیم باز با ما حساب راپورش میده. خب حالا فعلا درست. هیچ کار نکردم. مثلا امروز ما رفتم همراه از این شرکت یک قرارداد امضا میکنم در روسیه. خب که از یک قرارداد امضا درست. میکنم، نام قرارداد میمانم قرارداد یا کانترکت، چون که انگلیسی میمانه اونا. حال ما فارسی میمانم، فرق نمیکنه. قرارداد اول برای آرد روسی. صحیح است؟ دینمی تاریخ درست. امضا شد امروز از امی وندر. ببین وندر نامش آورد، کرنسیش آورد. اگر کدام نمبر داشته کانترکتت میتونی از اینجا تایپ کنی. اگر کدام اتچمنت داشت قرارداد ده اما هاردش چیشه سافتشه در اینجا میتونی وارد سیستم کنی. خب من امروز از این درست. قرارداد امضا کردم. چی امروز از این آرد روسی امضا کردم. صحیح است؟ آرد روسی درست. در کیلویی کوانتیتیش چند تا؟ مثلا 1000 تا. صحیح است؟ درست. یونیت پرایسش دانه چندی به من حساب کرده؟ ای به من دانه $150 یا قیمت میشه باز. و مثلا $50 هر بوجیار در همراه من حساب کرد. صحیح است؟ من رفتم من چه قرارداد همراه از این شرکت امضا کردم. این شرکت به من گفت از امی آرد من بر 1000 تا رایی میکنم، هر دانشان $50. صحیح است؟ من گفتم صحیح است. درست. یک کردم قرارداد من همراه از امضا شد و وارد سیستم ساختم. من صحیح است؟ حالا من چی میکنم؟ درست. کانفرم میکنم. ببین معلوماتش هست اینجا، کوانتیتیش 1000 تا، یونیت پرایسش 50 تا که مجموع از این قراردادش $50,000 میشه. ما اینو میگم صحیح است. از طرف ما این کانفرم است. حالا این کانفرم شد. صحیح است. این نفر گفت ما او بله. قرارداد رو امضا کردیم نه، اینال تو با ام. پیسه پیشکی روان کو که من جنس برات روان کنم باز. خب من میگم صحیح است. من میرم یک پری پیمنت هم میکنم برای پیسه پیشکی برای میتونم. خب کریت میکنم یک تا پیمنت. این پیمنت که هست میتونه هم پیش پرداخت باشه هم قرضداری های که پرداختیم با چی از اینجا من